برای شکار زمانی که وقت جفتگیری حیوانات بود شکار ممنوع، زمانی که وقت حاملگی حیوان بوده شکار ممنوع، زمانی که وقت شیردهی حیوان بوده شکار ممنوع. با گستاخی تمام کسی با من تماس میگیره میگه که ما قهره کوچک حیوان وحشی را آوردیم گرفتیم، شما میخوای یا نمیخوای؟ ببینید کار به کجا رسیده. خب مادرش رو زده نامرد، مادرش رو با تفنگ زده، قهره کوچک شیرخوارش رو گرفته آورده اینجا هم میمیره. خب این چقدر ظلمه، چقدر انسان باید در برابر طبیعت الله سبحانه و تعالی، نعمتهای الله سبحانه و تعالی بی اهمیت باشه و بی مسئولیت باشه که چنین کاری بکنه. آبا و اجداد من و شما از سر گشنگی میرفتن یه حیوان رو میزدن. کسانی آمدن بساط خرید و فروش گوشت حیوان وحشی رو راه انداختن. خب چقدر باید اینها بزنن که مرتب گوشت برن فروش داشته باشه؟ خب برو یه کار دیگه بکن. طبیعت خداوند رو داری نابود میکنی، محیط زیست رو داری نابود میکنی. یک کسی برای ما نقل میکرد، میگفت که ما همراه یک صیاد پیر، یک صیاد کهنسال قدیمی بودیم، یک حیوان رو زدیم، میگه بار ما تکمیل. یه حیوان دیگری در تیررس بود، میگه یکی از اونها وسوسه شد تفنگ رو گذاشت رو دستش که بزنه، میگه اون پیرمرد لنگی که باهاش همراه بود رو تکان میداد که اون حیوان فرار بکنه. میگفت میزنی خب که ببره پایین، خب یه لاشه رو بیشتر نمیتونید ببرید. ببینید قدیمی ها چطور زندگی میکردن، امروزی ها چقدر پیرمردن. اینها توصیه های ایمانی هست. الله سبحانه و تعالی ما را توصیه کرده به این که ما رحم داشته باشیم. رسول الله ما را توصیه کرده به این که رحم داشته باشیم. فرمود شما به آن موجودات زنده ای که بر زمین هستند رحم بکنید تا آن که در آسمان است به شما رحم بکنید. دانشمندان قدیم ما از جمله مثلا فردوسی که شاعر بوده، خب این چیزایی که تو شعرشون میارن، میازار، موری که دان نکرد، اینها از کجا یاد گرفتن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد اگر شما یک چیزی را به یک موجودی که کبد دارد، یعنی زنده هست، بدهید که اون بخوره، برای شما صدقه محسوب میشه. مردم در زمان قدیم اینطور تربیت دینی شده بودن که نخل وقتی که میکاشتن نیتشون نیت میکردن، میگفتن خوردن حلال، بردن حرام، یا بردن با انصاف. حتی حیوانات اگر می آمد، پرندگان که می آمدن می خوردن، می گفتن به دل خودشون، می گفتن اینا صدقه هست برای